ما یک شنبه گذشته تاریخ 1/1/2017 دیدیم که آقای قزوینی برنامه‌ای داره. دوستان در بخش پژوهش بگیری به من اطلاع دادن که اومده که در مورد همین دروغش دفاع بکنه. به مجرد اینکه برنامه شروع شد من به دوستان اطلاع دادم که برنامه عادی شبکه متوقف بشه و اومدیم در استودیو و ویژه برنامه‌ای رو ترتیب دادیم تا برای بینندگان عزیز و گرامی ثابت بکنیم که این آخوند داره دروغ میگه. و من قسمت هایی که در مقدمه صحبت کرد اونا رو خودم دیدم و همه دوستان شاهد هستن که این آقا دوباره اومد تلبیس بکنه و دروغ بگه و به خاطر دفاع از یک دروغش چندین دروغ دیگه گفت. تصمیم گرفتیم که در این برنامه به طور زنده زنگ بزنیم. برای مناظره نه، چون من در اون برنامه هم ذکر کردم که ایشون لیاقت این رو نداره که با من مناظره بکنه و سواد این رو هم نداره که با من مناظره بکنه، چون انسانی که دروغ بگه، انسانی که تلبیس بکنه و انسانی که بی حیا باشه، شما فقط مجبورید که به دروغاش جواب بدید. یعنی مناظره با این شخص اهمیتی نداره. با وجود این ادعا کرده بود که ما میخوایم مناظره بکنیم که کلیپشو دیدید و گفته بود که موضوع مناظره هم دروغ‌هاش باشه. ما براش پیام فرستادیم که حاضریم، راه ارتباطی ویژه برای ایشون ترتیب دادیم و نه ایشون و نه دوستانشون تماس نگرفتن تا از این دروغش دفاع بکنن. بعد از اون مجبور شدیم به برنامهشون زنگ بزنیم طبق ایمیلی که فرستاده بودیم 2-3 روز قبل از برنامه و عرض کرده بودیم که ما زنگ میزنیم و شما در این روز در برنامه مانوسه که بیایید و دفاع بکنید. به هر صورت تماس گرفتیم، سر صدا را انداختن که به برنامه خانومای ما زنگ زدن و خلاصه اینا جرئت ندارن که با آقایون بحث بکنن، زنگ زدن به خانوماشون انداختن جلو. روز یک شنبه دیدیم که خود آقای قزوینی برنامه داره. ما هم اومدیم در استودیو و از همینجا زنگ زدیم و تا انتهای برنامه که تقریبا در حدود 1 ساعت بود برنامه ما و اونا هم که دیگه از ترس بعد از اینکه تماس گرفتیم 1/2 ساعت 35 دقیقه تقریبا برنامهشون رو زود تموم کردن. به هر حال در طول این مدتی که ما زنگ زدیم و 3 مرتبه تلفنچی شبکه ولایت ابوالقاسمی، جواد ابوالقاسمی که در نقش تلفنچی ظاهر شد، اینا دیگه ایران دیگه، خودتون میدونید که احمدی نژاد میاد دکترای جعلی درست میکنه برای خودش، قزوینی برای خودش دکترای جعلی درست میکنه، میشه شیخ مفید زمان، روحانی برای خودش دکترای جعلی درست میکنه میشه رئیس جمهور، خلاصه وزیر کشور دکترای جعلی برای خودش درست میکنه و میشه وزیر کشور ایران. در این مملکت دیگه تلفنچی و کارشناس و دکتر و پژوهشگر و یعنی اینا همه کسی نمیتونه تشخیص بده. نمیدونم چه مناسبتی بود که اون شب آقای ابوالقاسمی با دست پاشکی اومدن و خلاصه بعد از اینکه دیدن که والا برنامه زنده است داره آبروشون میره، اومدن و در نقش تلفنچی شروع کردن به فحش دادن. آی که شما فلان هستی و این هستی و اون هستی، در حد استاد ما نیستی و قیافه تو برای فلان هست و اینه. نمیدونم که اینا، نمیخوام حرف قزوینی رو تکرار بکنم، من تا ایشون شما یعنی زنای فاحشه هستید، برای شما فرق نمیکنه که کی دنبالتون باشه، مهم اینه که ما دروغای شما رو داریم افشا میکنیم. این حرف آقای قزوینی بود که گفته بود زن فاحشه. در صورت در مدت برنامه اینا با وجود تماس‌های مکرر ما 3 مرتبه به تلفنمون پاسخ دادن و غیر از دشنام و سر صدا کار دیگری نداشتن و من مرتباً از ایشون خواستم که به استودیو وصل کنن و وصل نکردن. بعد از اونم تلفن ما رو جواب ندادن تا اینکه برنامه‌شون رو حدود 30 دقیقه زودتر تموم کردن و به قول معروف الفرار. قسمت‌های از اون برنامه رو شاید عزیزان ندیده باشن، من اینجا پخش میکنم خدمتتون. حالا ما همین الان آنلاین زنگ میزنیم به شبکه ولایت، به شماره‌ای که زیرنویس کردن. احمد جان اگر که تصویر شبکه ولایت رو هم داشته باشی، بله همین الان این تصویر شبکه ولایت است و این شماره‌ای که اینجا زیرنویس کردن و ما دقیقاً به همین شماره الان تماس میگیریم. امیدواریم که این شهامت و جرأت و مردانگی رو داشته باشه که در برنامه زنده با ما صحبت بکنه
ما نترس آقای قزوینی، من برای مناظره با تو نیومدم، تو ارزش این رو نداری که من بیام با تو مناظره بکنم، تو یک انسان مدلس دروغگو هستی. منتها فقط به عنوان یک سوال، به عنوان یک بیننده عادی، به نمایندگی از همه بینندگان حقجوی شبکه جهانی وصال حق ما تماس میگیریم. شما که نمیذارید مردم زنگ بزنن تماس بگیرن و واقعیت ها رو بگن، ما تماس میگیریم اینجا همه بیننده های ما هم شاهد باشن، شیعه و سنی، که شما چه اندازه دروغگو و مدلس هستی و به خاطر دفاع از یک دروغ حاضری که 10 ها دروغ دیگه هم بگی. موضوعی که دروغی که ایشون گفته این بود که میگه در کتاب منهاج السنه اومده که ابن تیمیه سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه و این دروغ بزرگی بود که در کنار دروغ‌های دیگرش آیت الله قزوینی گفت. و شما بینندگان عزیز یقین داشته باشید که اگر همه آخوندهای کره زمین رو آیت الله قزوینی جمع بکنه و در شبکه ولایت پول خمس همه آخوندا رو هم جمع بکنه و به اونها بده، نمیتونن این دروغی رو که از کتاب منهاج السنه گفته این آخوند ثابت بکنن. چرا؟ بابا جان دروغ نیست، همچین مطلبی که ایشون ذکر میکنه نیست. ما دوستان اگر تصویر رو نشون بدن همینجا آنلاین تماس میگیریم. خلاصه دوستان عزیز، تماس های مکرر رو بالاخره مجبور شدن که در زیر فشار برنامه زنده تلفنچی شبکه ولایت جواد ابوالقاسمی رو بفرستن که بابا برو جواب این رو بده. حالا ما قسمت هایی رو از این پخش میکنیم. آقای محترم وصل کنید به استدیو. من سوالی دارم از آقای قزوینی. اگر مرد است آقای محترم، اگر قزوینی مرد هست، اگر به قزوینی بگید اگر مرد است تلفن منو جواب بده. اگر مرد هست، اگر جرأت داره، الان که برنامه خانوماتون نیست، الان برنامه خود آقای قزوینیه. الان وصل کن به استدیو. آقای محترم وصل کن به استدیو. اگر قزوینی مرد هست، اگر جرأت داره، وصل کن به استدیو. چرا میترسید؟ شما اول فهم کی هستی آقا جان؟ شما بگو کی هستی؟ من یک بیننده عادی. قزوینی هم الان داره دروغ میگه و من از برنامه زنده وصال حق دارم تماس میگیرم. آقای ملازاده عالم جلیل القدر جان اسلام. آقای محترم مردانگی داشته باش، وصل کن به استدیو. اگر قزوینی یک جو غیرت داره، وصل کن به استدیو. این تماسی که آقای فوش نده وصل کن به استدیو، پاسخ سوال ما رو بده. جرأت دارید وصل کنید، مرد هستید وصل کنید به استدیو. یک مش دروغگویی هستید که فقط دارید شیعه و سنی رو فریب میدید در شبکه ولایت. استادشون نمیخواد با من صحبت بکنه، با من صحبت نکنه. من زنگ زدم همین الان دروغاشو میخوام بگم. آقای قزوینی تو داری دروغ میگی، فقط جواب منو بده. وصل کنید. میان برنامه گرفتم بدبختای بیچاره. برید بعد از میان برنامه من منتظرتون هستم. سلام علیکم. بفرمایید. و علیکم. آقای محترم وصل کنید به استدیو. من با آقای قزوینی یک صحبتی دارم، سوالی دارم از آقای قزوینی. شما کی هستی؟ شما کی هستی؟ من یک بیننده از شبکه وصال حق تو برنامه زندم. بیننده های ما بدون اسم وقت نمیشن. اسم شما محمد انصاری میخوای شناسنامه برات بفرستم؟ محمد انصاری وصل کن. آقا ابوالقاسمی تو یک تلفنچی هستی. وصل کن. نه اینو بدونم. وصل کن به قزوینی دروغگو. به استدیو. این کتاب منهاج السنه اینجا هست. مرد هستی وصل کن تا من دروغ قزوینی رو نشون بدم به بینندگان. چرا میترسی؟ چرا میترسی؟ آقا من الان تو برنامه زنده‌تون زنگ زدم. ثانیه صبر کن. تو برنامه قزوینی زنگ زدم. دفعه قبل گفتی که تو برنامه خانوماتون زنگ زدیم. الان در برنامه زنده آقای قزوینی است. آقای تلفنچی من با تو حرفی ندارم، وصل کن به استدیو. آقای تلفنچی لطفاً وصل کنید به استدیو. بیچاره
تا صدای من رو میشنون لرزه به بدنشون میفته، تلفن رو قطع میکنن. غیرت دارید وصل کنید به استودیو که من نشون بدم جلوی میلیون ها بیننده که قزوینی داره دروغ میگه و ما 10 ها کلیپ ایشون رو پخش کردیم. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. عزیزان ما در عراق، در سوریه، منظورش خودشه بیچاره، در بحرین، در یمن، در عربستان کردی. بشرم، خجالت بکش. اگر از خدا و پیغمبر و اهل بیت نمیشرمی از اون ریش سفیدت بشر. یک میان برنامه کوتاه ببینیم دوباره برمیگردیم خدمت. این سهم امام و خمس و صیغه‌ای که هست اینا به درتون نمیخوره. فردا که در قبر گذاشتن به خاطر هر یک از این دروغایی که گفتی گرزهای آهنین بهت میزنن، با کله میندازن جهنم پیش خمینی، اونجا پدر سوختتو در میارن. والله دارم نصیحتت میکنم به عنوان یک مسلمان. بله دوستان عزیز، این بود جریان تماسی که ما داشتیم به شبکه ولایت و اینا وصل نکردن. حالا شاید بیان در برنامه‌های آتی بگن که آقا فلانی فحاش است ما وصل نکردیم، فلانی قیافش خوشمون نمیاد وصل نکردیم، فلانی نمیدونم مدرک نفرستاده وصل نکردیم، فلانی ملاحظه در موردش این گفته وصل نکردیم، از این حرفا زیاد میزنن. اما امشب من خدمت شما عزیزان ثابت میکنم که اینها از ترس اینکه آبروی قزوینی بره وصل نکردن. و الا شمایی که از صدای من میترسید میگید که ما شما رو پخش نمی کنیم در استودیو و وصل نمی کنیم به استودیو، شما در حد ما نیستید و فلان از این حرفا. من اون دفعه هم گفتم که خداوند سگ اهل سنت رو در حد شماها نکنه، چون سگها حداقل دروغ نمیگن. همین سگهای بیابانهای سیستان و بلوچستان بر شما آخوندهای دروغگو در نزد الله سبحانه و تعالی شرف دارن. منتها اینا وصل نکردن به خاطر اینکه قزوینی داشت دروغ میگفت. در این برنامه‌ای که گذاشته بود در دفاع از یک دروغ چندین دروغ گفت و دروغای گذشته هم تکرار کرد. من چون نمیخوام زیاد وقت بینندگان گرفته بشه قسمت‌هایی انتخاب کردم عرض پوزش، قسمت‌هایی رو انتخاب کردم از برنامه ایشون که مرتبط است با بحث ما، دروغ در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه و کتاب منهاج السنه. با همین رو مرور میکنیم و من همینطوری که ایشون صحبت میکنه پاسخش رو میدم. قرار بود که همون شبی که تماس گرفته بودیم همینجا از استودیو همینا رو مطرح بکنم و ایشون خیلی میتونست همونطوری که ما با ادب باشون برخورد میکردیم همونطور با ادب جواب بده. بحث علمیه. ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرکین در نزدشون میومد، سوالاتشون رو میپرسیدن جواب میداد. زنادقه میومدن، انسانهای بد میومدن، بیابانگرد میومد، یعنی یهودی، نصرانی، مشرک، هر بتپرست، هر انسانی میومد. اصلا چون انبیای الهی فرستاده شدن برای هدایت همون انسانها. کسانی که از انبیا پیروی میکنن، امامان، صحابه، علما، دعوتگران، اینا وظیفه‌شون اینه که با همچین انسانهایی سر و کار داشته باشن. حالا بر اساس حرفایی که اونا میزنن ما بد طبق گفتای شما بیایید ما رو هدایت بکنید. در نزد الله سبحانه و تعالی مسئول هستید. وقتی که فکر میکنید که ماها گمراه هستیم، خب بیایید اینا بحث بکنیم. من سوالمو میپرسم شما جواب بده مثل آدم. بارها شد تو این برنامه ما آیت الله هاشون زنگ زدن با اسمای مستعار، ما خوبم میشناسیمشون، از عبا و قباشون هم خبر داریم، اما گفتم ما بیننده عادی هستیم، با اسم مستعار بهشون وقت دادیم، صحبت کردن، سوالشون رو مطرح کردن، تونستیم جواب دادیم، نتونستیم معذرت خواستیم. حالا میریم سر کلیپ هایی که گرفتیم از برنامه ایشون و در مورد همین دروغ که اصل المذهب رو میاد چگونه تعریف میکنه. ببینید اینا دوستان صدا و تصویر داشته باشن. ببینید این آقایان، من خب در رابطه با ابن تیمیه که تکفیر اهل سنت رو داره، خب یک مورد، دو مورد، سه مورد نیست.
من عبارتی رو از منهاج السنه ابن تیمیه آوردم و از کتاب برای شما عرض کنم مجموعه فتاواش آوردم. 3 تا 4 تا دلیل آوردم برای اینکه ابن تیمیه اهل سنت رو کافر میدانه. خب اون قسمت ها رو گذاشتن کنار، این یکی را گرفتن. حتی همین آقای سجودی هم وقتی کسی میاد میگه آقا فلانی چند تا مورد بوده، چرا اونها را گذاشتید کنار، این یک مورد رو گرفت. گفت نه من اجازه نمیدم کسی حرف بزنه. اینجا هم داره دروغ میگه من چندین مورد گفتم. آقای قزوینی همه مواردی که گفتید دروغ بوده. ما اگر بخوایم که فقط دروغای شما را که الان دروغای که از یک برنامه است، من امشب عمدن دارم نشون میدم تا بینندگان درک بکنن که این آقا قبلا هفته 2 تا 3 تا برنامه میرفت، الان هفته 1 برنامه میره. اگر ما قرار باشه که فقط دروغای آقای قزوینی رو بگیریم و در برنامه پخش بکنیم یا در شبکه پخش بکنیم، مجبوریم که پلیلیست یعنی شبکه رو 24 ساعت اختصاص بدیم به قزوینی. و این آقا اصلا بینندای ما وقتی که قیافش رو میبینن حالشون به هم میخوره. همین 20% یا 15% اوقات 24 ساعته برنامه‌های ما رو که اختصاص دادیم به کلیپ‌های آخوندا، همینم برای خیلی از بینندگان ما چندشاوره. منتها مجبور هستیم به خاطر اینکه بشناسید چهره‌های کثیف این آخوندهای دروغگو مدلس رو. من الان در این برنامه امیدوارم بتونم در ظرف 3 ساعت همه دروغای این رو پاسخ بدم و پخش بکنم در اینجا. ببینید دوستان عزیز، این منهاج البدعة الامویه ابن تیمیه هست، به تعبیر حسنه دمشقی عزاگه الله حر العذاب. ببینید ایشون میاد چی میگه؟ میگه و اصل المذهب، نداره مذهب الشیعه، مذهب رافضه، انما ابتدعه زنادقه و منافقون. دوباره همون کارو کرد دوستان عزیز، دوباره همون کاری که قبلا انجام داده بود و من اینجا خدمت شما عزیزان نشون میدم. احمد جان نشون بده این کتاب رو. این کتاب منهاج السنه است از ابی العباس تقی الدین احمد ابن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه. در این کتاب در چاپ‌های قبل جلد 6 صفحه 301 و 302 و 303 و در چاپ جدید هم صفحه 696 منهاج السنه فصل. در اینجا قال الرافضی، اول فصل این است. قال رافضی گفت، حرفای اونا رو میاره که در مورد شهرستانی چی گفتن و خلاصه تا در این قسمت، تا در اینجا که میگه و اصل المذهب. این آقا کل این علامت هایی که من اینجا گذاشتم اینا رو ذکر نمیکنه، نمیخونه، فقط میره سر همین اصل المذهب و میگه که اصل المذهب اینجا منظور مذاهب اربعه اهل سنت هست که ابن تیمیه گفته که سرانشون زندیق و منافق هستن. دوباره همون دروغی رو که ما این همه در موردش توضیح دادیم و پخش کردیم دوباره همونو داره تکرار میکنه. حالا ببینید زندیق ها و منافقین این مذهب رو ساخته اند، مرادشون هم فاسد کردن دین اسلامه. خب این اصل المذهب خب دیگه نیازی نبود. و مذهب الرافضه ابتدعه زنادقه، مذهب الشیعه ابتدعه زنادقه و منافقون. دیگه خب در این صفحه قبلش هم میاد چندین مورد بحثه برای شما عرض کنم رافضه و شیعه رو مطرح میکنه. نمیدونم در میان رافضه خلاصه شدیدترین کسانی که آقای قزوینی اگر جناب عالی کمی عقل و شعور داشته باشی، این قاعده کلی رو به یاد داشته باش، با این عمامه گنده و با این عبا و قبای حریر کسی عالم نمیشه. این عبای تو رو با این عمامه اگر سر یک الاغی هم بگذاری در قم عالم نمیشه. میگن خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید همان خر باشد. شما همونی هستی که قبلا هم همین حرف رو زده بودی و ما جواب داده بودیم، اما چیکار میشه کرد؟ خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید همان خر باشد. شما هنوزم همون خر تشریف دارید. وقتی در زبان عربی قاعده کلی است، وقتی که یک مطلب در مورد یک موضوعی نوشته میشه در اولش، در اینجا احمد جان نشان بده
وقتی اینجا گفت قال الرافضی و در اینجا که بحث مذهب رافضه شد، بعد در اینجا مثلا و نحن اذ كنا قد بينا كذب كثير مما ينقله هذا الرافضي وليس في الطوائف اكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضه. کلا بحث رافضه است. این دیگه قاعده کلی رو به یاد داشته باشه حضرت آیت الله که در زبان عربی وقتی که مطلبی نوشته میشه، آنچه که در این مطلب اومد به شکل اختصار وقتی که ذکر میشه در مورد اصل موضوع است. و این الف و لامی که حالا در موردش زیاد فلسفه گفتی و این الف و لام فلان است، این الف و لام در اینجا، این الف و لام ذکر قضیه رافضی است، برعکس اون چیزی که ایشون در الف و لام استغراق جنس میگه. در اینجا یعنی حماقت و بیسوادی این آخوند تا این اندازه است که این مسئله رو متوجه نمیشه. این عهد ذکر است در مورد رافضه و یا عهد ذهنی است در مورد موضوعی که در ذهن خواننده وجود داره در مورد قضیه رافضه. این جزء ادبیات زبان عربی است که این آخوند بیسواد سرش نمیشه. بعد میره به صفحه بعدی، دوباره اینجا دروغ میگه. ببینید دوستان، واسه دروغ میگن، رافضه هستن، رؤوس مذهب اینها و ائمه اینها. دهنت بشکند با این حرفت. ببینید ائمه اینها، امامان شیعه کیه؟ امیرالمؤمنین، امام مجتبی، امام صادق، امام رضا سلام الله علیه، امام عسکری. میگه ائمه اینها بدعت رافضه را گذاشتن و تأسیس کردن و اینها همه منافق و زندیق بودن. آقایان اهل سنت، واقعا شما نسبت به ائمه شیعه همچه عقیده‌ای دارید؟ شما اصلا گیریم و اصل المذهب رو میگه اصل مذهب الرافضه، اصل مذهب شیعه. آیا واقعا بنیانگذاران مذهب شیعه که حالا اگر فرصت بشه من عرض خواهم کرد، بنیانگذار مذهب شیعه رسول اکرم بوده؟ بیش از 40 روایت رسول اکرم به امیرالمؤمنین که انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک تأتی یوم القیامه راضین مرضیین، هم از خدا راضی است هم خدا از شما راضیه. اینها چیزی نیست که ما ساخته باشیم. اصلا بحث شیعه و تشیع در زمان رسول اکرم تأسیس شده. خب شما بفرمایید، من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت. خب از عزیزان اهل سنت ما یا حنفی هستن، ابو حنیفه متوفای 150، یا مالکی هستن، ایشون متوفای 179، یعنی 179 سال بعد از رحلت پیغمبر از دنیا رفته. یا امام شافعی هستن، مال 204، یا احمد ابن حنبل 241. ولی بنیانگذار مذهب شیعه رسول اکرم از در زمان حیات خودش. صحابه‌ای که حالا اگر فرصت بشه من صحابه‌ای که در زمان خود رسول اکرم مشهور بودن به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب. خب میگه آقا ائمه اینها همه منافق بودن و زندیق بودن. مردم شما قضاوت بفرمایید. اگر مرادش از ائمه که نستجیر بالله میخواد چیز کنه، مثلا عبدالله سبا، ما دیگه پنبش رو زدیم، گفته مثلا این قضیه‌ای که دارن میگن عبدالله سبا بنیانگذار مذهب شیعه است، علمای اهل سنت هم اعتراف دارند بر این که این دروغ است و جعلی هست و اینها را بعضیا ساختن برای اینکه خودشون رو برای شما عرض کنم از پرتگاه خلاصه سقوط نجات بدن. خب اینجا خب ایشون صراحتا میاد اسم رافضه را میاره. بله. الان اینجا این آقا دروغ گفت که اینجا ابن تیمیه وقتی که گفته ائمه منظورش ائمه اهل بیت است و شروع کرد به نفرین کردن که دهنت بشکنه و فلان بشه و این بشه و یعنی ببینید چطور سیانمایی میکنن و مردم رو فریب میدن. برمیگردیم به همون کتاب. احمد جان اگر بتونی یک بار دیگه این رو نشون بدیم. اینجا اولا در مورد کلمه ائمه به امامان گفته میشه. در قرآن کریم ائمة الهدی داریم که انبیای الهی دعوتگران هستن، انسانای مؤمن و مسلمان
و ائمه یدعون الی النار، ائمه‌ای که به جهنم، به سوی آتش دعوت میکنن. ائمه به پیشوا گفته میشه، جمع پیشواست، پیشوایان، کسی که امام ضلالت و گمراهی باشه جمع اینا میشه ائمه ضلالت و گمراهی. کسی که برای هدایت دعوت بکنه میشه امام هدا یا امام هدایت و جمعشون میشه ائمه الهدى. در اینجا این آقا میاد، قبل از اینکه من بپردازم به این قضیه ائمه، بریم یک بار دیگه این کتاب رو از اول ببینیم. در اینجا گفتیم که بحث رافضه است و بعد از اون اینجا میاد میگه که یعنی ما در این کتاب، یعنی اذ كنا قد بينا كذب كثير مما ينقل هذا الرافضي، میگه ما در اینجا دروغ‌های زیادی از این رافضی که ابن مطهر هلی صاحب کتاب منهاج الکرامه است رو بیان کردیم. بعد در اینجا میگه وليس في الطوائف اكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضه فان رؤوس مذهبهم، رؤوس مذهب رافضه و ائمه الذين ابتدعوا و امامانی که این مذهب و این بدعت رو به وجود آوردن و اسسوه، تأسیس کردن مذهب رافضه‌گری رو، کانوا منافقین زنادقه، اینها منافق و زندیق بودن. کما ذکر ذلك عن غیر واحد من اهل العلم، چنانچه تعداد نه تنها کم از اهل علم این رو ذکر کردن. بعد این روی این پاراگراف بعدی ما حرف داریم. در اینجا میاد شیخ الاسلام ابن تیمیه خوارج رو، وعیدیه و قدریه و مرجئه و اینا رو ذکر میکنه و میگه که کسی نگفته که رؤوس مذاهبه که این مذهب‌های بدعتی رو تأسیس کردن، کسی نگفته که سران اینها زندیق و منافق بودن، به خلاف رافضه، برعکس رافضه، فین رؤوسهم کانوا کذالک، رؤوس اینها این چنین بودن. این اصل مطلب است تا که میاد اصل المذهب انما ابتدعوا زنادقه و منافقون مراد افساد دین الاسلام. حالا میایم در مورد ائمه‌ای که اینجا سر و صداش در اومد، گفت که منظور در اینجا ائمه اهل بیت و امامان هستن. یک قاعده کلی داره کتاب منهاج السنه و همه مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیه. اگر که مکتبه شامل داشته باشید تو کامپیوترتون، فقط یک سرچی بزنید، بنویسید ائمه اهل البیت، بعد بنویسید ائمه رافضه یا ائمه شیعه. شیخ الاسلام ابن تیمیه اصلا قبول نداره که 12 تا امام شما اینا ائمه رافضه یا ائمه شیعه هستن، بلکه اعتقادش این است که اینها ائمه اهل بیت هستن. و وقتی هم که میاد ائمه رافضه رو ذکر میکنه، منظور از ائمه رافضه کلینی است، مفید است، توسی است، همین اینایی که این کتاب‌های اینا رو نوشتن و به اصطلاح توهین و لحن و شرک و کفر و این چیزها رو در این مذهب ساختن. از ابن سبا بگیرید الی آخرهی، منظورشونه. دلیلش هم من از کتاب مجموع الفتاوا، دوستان عزیز، این کتاب مجموع الفتاوا است از شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه و در جلد 4 هم این مطلب اومده. در اینجا توضیح میده که وقتی که میگه ائمه رافضه یعنی چی. و اصل هذا الكذب هو الضلال والابتداع والشرك، اصل این دروغ میگه گمراهی است، بدعت است و شرک است. حتی رأیت کتابا کبیرا قد صنفه بعد ائمه الرافضه، کتابی رو دیدم که بعضی از ائمه یعنی امامان رافضه این رو تالیف کرده بود. این کی است؟ محمد ابن نعمان ملقب به شیخ مفید، شیخ الملقب بالمرتضى و ابی جعفر الطوسی، سماه الحج الى زیارت المشاهد. پس ائمه رافضه در نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه همینایی هستن که اساس مذهب رافضه‌گری رو گذاشتن، نه ائمه اهل بیت. شاید که بعضی از بینندگان ما خب به این مسئله قانع نشن. من مطلب دیگری رو از کتاب منهاج السنه در اینجا خدمت شما عزیزان نشون میدم. این کتاب منهاج السنه است، در جلد 2 در صفحه 442 در اینجا میگه الوجه الثانی ان یقال اکثر ائمه شیعه یقولون القرآن غیر مخلوق. میگه اکثر ائمه شیعه میگن که قرآن غیر مخلوق است و هو ثابت عن ائمه اهل البیت، و این چیز ثابت شده است از ائمه اهل البیت.
پس ائمه شیعه که میگه منظور کسای دیگه هستن، ائمه رافضه که میگه منظور کسای دیگه هستن، و ائمه اهل البیت که گفته میشه در اینجا منظور کیا هستن؟ امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. برای این مطلب من یک سرچ کوتاهی زدم در مکتبه شامله، چون کتابا زیاد بود نمیشد همش اینجا آورد در استودیو. دوستانی که میخوان در این مورد تحقیق بکنن و بررسی بکنن میتونن برن به مجموع الفتاوا و منهاج السنه مراجعه بکنن. احمد جان اگر که لطف بکنین و نشون بدی. بله. در مجموع الفتاوا جلد 2 صفحه 217 قد کذب علی جعفر الصادق رضی الله عنه، دروغ بستن به جعفر صادق رضی الله عنه، ما لم یکذب علی غیره، به اندازه ای که به غیر از جعفر صادق اینقدر دروغ نبستن این شیعیان. و کذالک کذب علی رضی الله عنه، همچنان به علی دروغ بستن. و غیره من ائمه اهل البیت رضی الله عنهم، و بر بقیه امامان اهل بیت رضی الله عنهم دروغ بستن. ابن تیمیه در همه مؤلفاتش هر جایی که از امام علی تا امام حسن عسکری ذکر میکنه اینها رو به عنوان ائمه اهل البیت رضی الله عنهم ذکر میکنه. ائمه اهل البیت اینها در نزد ابن تیمیه ائمه اهل بیت هستند، برخلاف ائمه رافضه که منظور طوسی و مفید و این آتشخالایی که کتاباشون هم میبینید فراوان پیدا میشه. در مجموع الفتاوا جلد 25 صفحه 179 و قد ثبت بالنقل المرضی عن جعفر و عامه ائمه اهل البیت، چنانچه با نقلی که به اصطلاح خوب است، قابل قبول است، از امام جعفر صادق و عموم ائمه اهل بیت روایت شده و ما علیه المسلمون، و آنچه که مسلمانان اعتقاد دارن. و هو قول اکثر عقلاء شیعه، و این قول اکثر عاقلان شیعه است. مجموعه رسائل و مسائل ابن تیمیه، جمع‌آوری کننده رشید رضا، جلد 3 صفحه 114. در اینجا باز دوباره میاد میگه فلیس من ائمه اهل البیت مثل علی ابن الحسین و ابی جعفر الباقر و ابنه جعفر ابن محمد. در قضیه خلق قرآن کسی نگفته که از این ائمه بزرگوار اهل بیت کسی نگفته که قرآن مخلوق است. مجموعه رسائل و مسائل ابن تیمیه رشید رضا جلد 3 صفحه 115 میگه و شیوخ الرافضه معترفون بأن هذا الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنه ولا عن ائمه اهل البيت. این اعتقادات باطلی رو که میگه شیوخ رافضه داره، این رو نه از قرآن گرفتن، نه از سنت گرفتن و نه از ائمه اهل بیت گرفتن. مجموعه رسائل و مسائل ابن تیمیه رشید رضا جلد 4 صفحه 56 فانه قد کذب علی جعفر الصادق رضی الله عنه ما لم یکذب علی غیره، و دوباره همون مسئله که قبلا هم خدمتتون خوندم، و غیره من ائمه اهل البیت رضی الله عنهم، به ائمه اهل بیت میگه دروغ بستن. منهاج السنه جلد 2 صفحه 46 بحث رافضه است. و الرافضه تجعل هذا من اصول دینها و تسمیه التقیه، تقیه رو میگه جزء اصول دین خود قرار دادن. و تحکی هذا عن ائمه اهل البیت الذين براهم الله عن ذلك، و اینو نسبت میدن به ائمه اهل بیت. ببینید اینجا اهل بیت، ائمه اهل بیت، کسانی که الله سبحانه و تعالی براءت اونها را اعلان کرده از این چیز. حتی یحکو عن جعفر الصادق، چنانچه تهمت بستن به امام جعفر صادق انه قال التقی دینی و دین آبایی، که تقیه دین من و دین آبایم است. و قد نزه الله المؤمنین من اهل البیت و غیرهم عن ذلك، و الله سبحانه و تعالی پاک گردانیده مؤمنین اهل بیت و غیره را از این چیز. بل کانوا من اعظم الناس صدقا، بلکه اونها انسانهای بزرگ راستگو بودند و تحقیقا للایمان، مؤمنین واقعی بودند. و کان دینهم تقوا ولا تقیه، و دین اونها تقوا بود نه تقیه. این در منهاج السنه جلد 2 صفحه 46. در منهاج السنه جلد 2 صفحه 100 الوجه الثانی در اینجا میگه و شیعه المنتسبون الى اهل البیت، شیعانی که خود منتسب به اهل البیت میدونن، الموافقون لهؤلاء المعتزله
ابعد الناس عن مذاهب اهل البیت. این شیعیان که به دروغ خودشون رو پیرو اهل بیت میدونن، وقتی که رأی معتزله را قبول میکنن، اینا دورترین انسان ها هستن از مذهب اهل البیت فی التوحید و القدر، در قضیه توحید و القدر. فان ائمه اهل البیت كعلی و ابن عباس و من بعدهم كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابه والتابعین لهم باحسان من اثبات الصفات والقدر. میگه که ائمه اهل بیت مانند علی، ابن عباس و کسانی که بعد از اون آمدن، یعنی حسن و حسین و جعفر و صادق و الی آخره، اینها مذهبشون همون مذهب صحابه و تابعین بوده در قضیه اثبات صفات و قدر. در منهاج السنه نبوی جلد 2 صفحه 243 لأئمة اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی اصول دینهم کما هم مخالفون لاصحابه بل ولکتابه الله و سنت و رسوله. میگه که شیعیان هم مخالف اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند در اصول دینشون، چنان که مخالف صحابه و مخالف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چرا که و هذا لان مبنى مذهب القوم على الجهل والكذب والهوى، چرا که بنا یافته مذهب اینا بر جهل و کذب و هواپرستی. و هم و این كانوا يدعون اتباع الائمه الاثنا عشر في الشرائع، ولو این که آنها ادعا بکنن که پیروی از ائمه 12گانه میکنن در شریعت، فلو قدر من يجوز له التقلید اماما من ائمه اهل البيت كعلي بن الحسين وابي جعفر الباقر وجعفر الصادق وامثالهم لكان ذلك سائغا جائزا عند اهل البيت. اینا اگر واقعا پیروی از این بزرگواران بکنن، خب کار خوبیه واقعا اگر پیروی، لیکن اینا پیروی از اینها نمیکنن، پیروی از ائمه رافضه میکنن که مفید و کلینی و تقی مجلسی و نقی مجلسی و باقر مجلسی و غیره که وجود دارن. در منهاج السنه جلد 2 صفحه 368 ولكن الامامیه تخالف اهل البيت، ولكن امامیه 12گانه امامان شیعه اثنا عشری مخالفت میکنه با اهل بیت فی عامه اصولهم، فليس في ائمه اهل البيت مثل علي بن الحسين وابي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق ومن كان ينكر الرؤيا او يقول بخلق القرآن. شیعیان 12 امامی مخالفت میکنن با اهل بیت در عموم اصولشون، زیرا که نبوده در بین ائمه اهل بیت مانند علی ابن الحسین و ابی جعفر الباقر و جعفر الصادق کسی که انکار بکنه رؤیت الله سبحانه و تعالی یا بگه که قرآن مخلوق است، او ينكر القدر، یا که قدر رو انکار بکنه، او یقول بالنص على علی، یا اینکه بگه که در مورد امامت علی نصی آمده است، او به اسمت الائمه الاثنا عشر، یا در مورد اسمت ائمه 12گانه چیزی گفته باشه، او یسب ابا بکر و عمر، یا که در بین این بزرگواران کسایی باشن که به ابوبکر و عمر دشنام داده باشن. منهاج السنه جلد 2 صفحه 369 و شیوخ الرافضه معترفون بان هذا الاعتقاد في التوحید الی آخره، این را از کتاب و سنت ولا عن ائمه اهل البیت نگرفتن. در منهاج السنه نبوی جلد 3 صفحه 353 اکثر ائمه شیعه یقولون القرآن غیر مخلوق و هو ثابت عن ائمه اهل البیت. ائمه شیعه و ائمه اهل بیت فرق میکنه در نزد ابن تیمیه. منهاج السنه جلد 4 صفحه 16 ولا نسلم ان الامامیه اخذوا مذهبهم عن اهل البیت، و ما هیچ وقت قبول نمی کنیم که شیعیان اثنا عشری مذهبشون رو از اهل بیت گرفته باشن. لا اثنا عشریه ولا غیرهم بل هم مخالفون لعلی، بلکه اونها مخالف علی رضی الله عنه و ائمه اهل بیت فی جمیع اصولهم الذي فارقوا فی اهل سنت و جماعت، در همه اصولشون مخالفت کردن با اهل سنت و جماعت، زیرا که اونها مخالف ائمه اهل بیت و علی رضی الله تعالی عنه بودن. تا که اینجا ذکر میکنه مسائل اختلافی رو. منهاج السنه نبویه جلد 4 صفحه 17 مذهب الرافضه در اینجا میگه که وإن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علما ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم. میگه که ثابت میشه که اینا رافضه ها به اصطلاح شیعیان اثنا عشری مخالف ائمه اهل بیت هستند، نه موافق آنها. منهاج السنه جلد 4 صفحه 114 و هذه كانت سیرة ائمة اهل البيت، و این سیرت ائمه اهل بیت بوده. تا که در اینجا میگه که رافضه کی هستن؟
این ائمه اهل بیت دشمنان کفار و منافقین بودن، در حالی که رافضه اینگونه نیستن. در مختصر منهاج السنه صفحه 83 باز ائمه اهل بیت در اینجا ذکر شده. جعفر صادق رو به عنوان مثال ذکر کرده. در مختصر منهاج السنه صفحه 134 ائمه اهل البیت دوباره ذکر شده. و اگر وقت شما عزیزان رو نگیرم، من همین اینا رو فقط یک سرچ زدم، ائمه اهل بیت نوشتم، اینا رو فقط نسخ لصق کردم در کاپی پیست به اصطلاح در فایل ورد، اینجا خدمت شما عزیزان نشون دادم. و این دروغگوی مکار که اون شب ترسید وصل بکنه، چون میخواستم همین دروغش رو از جمله دروغهایی بود که بهش نشون بدم. ببینید که چطور با مکارگی بشکنه دهن ابن تیمیه که اینطوری حرف رو زده، بشکنه دهن تو آخوند رافضی که اینقدر عقل و شعور نداری، اینقدر عقل و شعور خدا به تو نداده که فرق بکنی که ابن تیمیه وقتی که ائمه اهل بیت میگه در کتابهاش منظورش امامان 12گانه هستن، وقتی ائمه رافضی میگه منظورش مفید و مضر و مجلسی و غیره کسایی هستن که این بدعت‌های شما رو آوردن. به هر صورت میریم ادامه. خیلی جالب است دوستان عزیز، مطالب جالبی رو من خدمت شما امشب از این آخوند دروغگو نشان خواهم داد. خب اینجا خب ایشون صراحتا میاد اسم رافضه رو میاره. اینجا برای شما عرض کنم میاد بازم بحث رو مطرح میکنه، بعد میگه ولهذا رؤوس المذاهب الذی ابتدعوها لم یقل احد انهم زنادقة. خب رؤوس مذاهبی که بدعت گذاری کردن، اینو برای ما معنا بفرمایید آقا جان. جناب آقای سجودی عزیز، رؤوس المذاهب التي ابتدعوها. بله دوستان عزیز، میگه اینو برای من ترجمه بفرمایید جناب آقای سجودی که این رؤوس مذاهب اینجا کی است. باز دوباره همون حیله سابق که میخواد بگه این رؤوس المذاهب، سران مذاهب در اینجا ائمه 12گانه هستن. من اینجا دوباره برمیگردم به همون کتاب منهاج السنه. آقای قزوینی، احمد جان این تصویر منو نشون بده که من روبرو با این آقا صحبت کنم. میدونم که الان کمی که داری رد میشی از سالن شبکه ولایت، ما داری نگاه میکنی. خوب گوش کن پسر خوب. خیلی بی حیایی تو، خیلی بی شرمی. من به خدا قسم در طول عمرم مثل تو ندیدم. با مذاهب مختلف، افکار مختلف، گروه‌های مختلف، اندیشه‌های مختلف، جنسیات مختلف، از کشورهای گوناگون، با انسان‌های مختلف سر و کار داشتم، اما بی حیاتر از تو ندیدم. ببینید با چه پررویی دوستان عزیز، با چه پررویی در اینجا چی میگه؟ الذی ابتدعوها لم یقل احد انهم زنادقة. خب رؤوس مذاهبی که بدعت گذاری کردن، اینو برای ما معنا بفرمایید آقا جان. جناب آقای سجودی عزیز، رؤوس المذاهب التي ابتدعوها، بدعت گذاشتن، یعنی مذاهبی که بدعت گذاشتن. مراد از این رؤوس مذاهبی که بدعت گذاشتن مذهب رو کیه؟ این که دیگه مال شیعه نیست، چون میگه اینها لیسو منافقین ولا کفارن. اینجا خودش اومد حرف خودش رو نقص کرد، چون گفته بود که رؤوس المذاهب رو ابن تیمیه میگه که کفار و زندیق هستن. بعد در اینجا خب میگه اینا که شیعه نیستن. اینجا خودش اومده گفته که اینا منافق و کفار نیستن. این آقا میخواست این رو یعنی دوباره بر علیه ما استفاده بکنه و دوباره دروغ ببنده. خداوند خودش از حرفای این آخوند اینجا این رو رسوا کرد. حالا من به این آخوند بیشعور نشون میدم که اینجا رؤوس این مذاهب کیا هستن. احمد جان نشون بده. این کتاب ابن تیمیه است، جلد 6 صفحه 303. ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها، میگه این رؤوس مذاهبی که اینا این بدعت ها رو آوردن کیا هستن. اگر شما آقای قزوینی یعنی جانور تشریف نداشتید، فقط همین پاراگراف رو سرش رو بخونید. به خلاف قول الخوارج، یکی از این مذاهبی که بدعت آوردن خوارج هستن.
فإنه كان عن جعل بالتأويل القرآن و غلو في تعظیم الذنوب و كان قول الوعیدیه، دیگه وعیدیه هستن، و القدریه، قدریه هستن، و قول المرجئه و المرجئه هستن. به خاطر همین ابن تیمیه چی میگه؟ ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها، میگه این خوارج و وعیدیه و قدری و مرجع رؤوس این مذاهب لم یقل احد انهم زنادقه منافقون، کسی نگفته که اونها زندیق و منافق هستن، به خلاف رافضه، برعکس رافضه که گفتن که اونها زندیق و منافق هستن. فین رؤوسهم کانوا کذالک، یعنی رؤوس مذهب رافضه زندیق و منافق هستن. یعنی این بی حیای بی شرم کتاب رو جلوش صفحه رو باز کرده، بعد میگه خب به من نشون بدید که این رؤوس مذاهب کیا هستن. بابا بیشور بالاتر نوشته، تو همین پاراگراف نوشته، بی سواد. احمد جان میگه رنگی نکرده ندیده، حالا ما رنگیشو نشون دادیم. بابا جان در همین جا، در همین صفحه فقط 2 خط بالاترش، احمد جان یک بار دیگه نشون بده. ببینید اینجا میگه رؤوس ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها، رؤوس مذاهبی که اینا بدعت ها رو آوردن، فقط خط 1 خط بالا، 2 خط بالا، 3 خط بالا، خوارج، وعیدیه، قدریه و المرجئه. ابن تیمیه‌ای که میگه رؤوس این مذاهب، این مذاهب باطل، میگه رؤوس اینا رو هم کسی نگفته که اینها کافر و زندیق هستن، تنها رافضه هستن که رؤوسشون کافر و زندیق هستن. بعد این میاد سران مذاهب اهل سنت رو که خودش تابع یکی از این مذاهب است، حنبلی از خودش، میاد اونا رو کافر و زندیق میدونه. این آخوند انقدر بی سواده، انقدر بی شعوره. من نمیدونم که این بینندای خودش رو چه تصور کرده. از برای خدا بینندگان ببینید صفحه‌ای که خودش داره نشون میده. بابا جان من در اولین روزی که کلیپ رو پخش کردم، کلیپ دروغش به منهاج السنه رو، یه پیشنهادی دادم بهش، گفتم آقای قزوینی ما که اینو همیشه پخش میکنیم ولت هم نمیکنیم، خیلی پیشنهاد ساده، بیا و بالله بیا معذرت خواهی بکن، بگو اشتباه کردی، بگو پیری مثل 1000 تا 1100 که نمیتونه بشماری، خب اینجا هم اشتباهی استورت گرفته، حرفت اگر تصحیح میکردی این همه بحث به درازا نمیکشید، انقدر آبرود نمیرفت. الان به خاطری که یک دروغ ثابت بکنه 10 تا دروغ دیگه گفته تو این برنامه. الان این آخوند با این وضعیت چی میگه؟ حالا نشون بدید آقای سجودی، پخش بکن. بابا جان تو یک دروغگویی آقای قزوینی، تو یک مدلسی، تو یک آدم بی‌حیایی هستی که اصلا برای خودت قدر و عزتی قائل نیستی. به اندازی یک جو اگر غیرت و شرم و حیا می‌داشتی دیگه نمی‌باید اینطوری دروغ بگی. برای اینکه از یک دروغ دفاع بکنی 10 تا دروغ دیگه بگی. ادامه کلیپ رو با هم ببینیم. اینا مثل شیعه نه کافرند و نه منافقند، ولی بدعت گذار مذهب بودن. بعد ایشون میاد در اینجا به صراحت همه اینا رو حرفش تمام میشه. این پاراگراف جدیدیه و اصل المذهب، سر ریشه مذهب، بنیانگذارش زندیق ها، ملحد ها، منافقین بودن و مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. خب دیگه اصل المذهب الف لام لام عهد ذکری هست. چیز اولیه‌اش این است که اینجا الف لام استغراق جنسه، یعنی اصل کل المذهب. اگر واقعا بنا بود رافضه باشه، همونطور که در 2 تا 3 تا پاراگراف قبل اسم رافضه را آورده، در پاراگراف بعدی هم باز اسم رافضه را آورده، ولی اینجا نیاورده، مشخص روشنه. و اضافه بله، خود این احمق میاد میگه که در پاراگراف قبل اسم رافضه را آورده، در پاراگراف بعد اسم رافضه را آورده. خب بیشور، وقتی پاراگراف بعد و پاراگراف قبل اسم رافضه را آورده، در اینجا منظور رافضه است. اینو همه ادبا، عرفا، فقها، مفسرین، محدثین همه اینطوری فهمیدن، غیر از کسی که دیگه الاغ تشریف داشته باشه که با ادبیات عربی آشنا نباشه و متوجه نشه. ثانیاً میگه اینجا الف لام استغراق جنس. بابا جان احمق بیشور، الف لام عهد ذکر، الف لام استغراق نیست. خب خدا یک کمی، یا رب یک کمی به این قزوینی عقل و شعور بده. من نمیدونم، یعنی واقعا انسان، یعنی همین
میگه الف و لام اسلام. همین تو نتونستی نشون بدی چند خط بالاترشو که در اونجا در پاراگراف گذشته منظور از مذاهب مبتدع رو ذکر میکنه که تو ترسیدی نتونستی نشون بدی، و یا اینکه عمدن نشون ندادی که بعد بیا اینجا بگی این الف و لام استغراق جنسه. از این دو حالت خارج نیست، یا که تدلیس کردی نشون ندادی که بیای این حرفو بزنی، یا که اینکه نمیفهمی و بیشعور تشریف داری. در هر صورت ان كنت تعلم فتلك مصیبه و ان كنت لا تعلم فالمصیبه اعظم. این بود خلاصه ای از مطلبی که در مورد اصل المذهب آورده بود، این آقا در اینجا بیان کرده بود. حالا من در مورد این اصل مذهب مطالب دیگری را هم اینجا آماده کرده بودم. در اون شب که اگر این آقا تماس رو وصل می‌کردن من آنلاین اونجا آبروش رو می‌بردم، منتها دیگه اگر وصل نکردنم آبروشون رفت و اگر وصلم می‌کردن آبروشون می‌رفت. در کتاب منهاج السنه احمد جان نشان بده در جلد اول چاپ جدید، کتاب منهاج السنه که جدیداً هم چاپ شده، اینم اینجا کتاب منهاج السنه، در مورد اصل المذهب در اینجا یک مطلب خیلی جالبی من دیدم. در چاپ قدیم جلد 1 صفحه 12، در چاپ جدید جلد 1 صفحه 8. در تقریبا اوایل کتاب است که شروع میکنه مقدمه‌ای که در اینجا هست. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اما بعد، در اینجا میگه اما بعد فانه قد احضر الی طائفه من اهل السنه والجماعه. تعدادی از اهل سنت و جماعت اومدن و برای من کتابی رو آوردن، کتابا صنفه بعد شیوخ رافضه فی عصرنا، که بعضی از امامان رافضه یا شیوخ رافضه در این عصر و زمان این رو تصنیف کردن، که منظور این کتاب هدف چی بوده؟ یدعو الى مذهب الرافضه الامامیه، که این کتاب دعوتی است به سوی مذهب رافضه امامیه. این در صفحه 4. در صفحه 5 بعد در اینجا میاد در مورد رافضه کلا صحبت میکنه که اینا چه بدبختی های سر اسلام و مسلمان ها بردن و چه جنایاتی انجام دادن و بدعت گذار هستن و فلان از این حرفا. بعد میگه و الرافضه والجهمیه هم الباب لهؤلاء الملحدین. این رافضه و جهمیه دری هستن برای ملحدین که از این باب وارد میشن و به اسلام ضربه میزنن. یعنی چی؟ یعنی بحث کلا در اینجا بحث رافضه است. بعد میریم صفحه 6. احمد جان این صفحه 6 در مطلبی که در چاپ سابق به اصطلاح در جلد 1 صفحه 9 هست. و عمدتهم في نفس الامر على تقالید و این دنو اقامت البرهانیات فتارة یتبعون المعتزله والقدریه. رافضه میگه یک روزی پیرو معتزله و قدریه هستن و یک روزی پیرو مجسمه و جبریه هستن و هم اجهل هذه الطوائف بالنظریات، و اینها جاهل ترین این گروه هستن. ولهذا كانوا عند عامه اهل العلم والدين من اجهل الطوائف الداخلين فالمسلمين. رافضه میگه در نزد عامه اهل علم و دین جاهل ترین گروهی که وارد به اسلام شده و یعنی منتسب به اسلام است روافض هستن. و منهم من ادخل على الدين من افساد ما لا يحصيه الا رب العباد. و از راه ایناست که در دین وارد شده فساد که بی عدد و حساب است که الله سبحانه و تعالی فقط خودش میدونه. فملاحده الاسماعیلیه و النصیریه و غیرهم من الباطنیه المنافقین من بابهم دخلوا. اسماعیلیه و نصیریه و غیر فرقای باطنی و منافقین از این باب داخل شدند. و اعداء المسلمین من المشرکین و اهل الكتاب به طریقهم وصلوا. دشمنان اسلام از مشرکین و اهل کتاب از این را وارد شدند. و استولوا بهم علی بلاد الاسلام. از هم راه اینا بود که اشغال کردن سرزمین های اسلامی رو. و سب الحریم، به زنها تجاوز کردن. و اخذ الاموال رو به غارت بردن. و سفک دم الحرام، خونی رو که الله حرام قرار داده ریختن. و جرى علی امتی بمعاونتهم من فساد الدین و الدنیا. به خاطر همکاری اینها با کفار بود که این همه فساد در دین و دنیا ایجاد شد که ما لا یعلم الا رب العالمین، که غیر از الله کسی دیگه نمیدونه. کارشون امروز در سوریه، در عراق، در هر جا ببینید که بعد چی میگه؟ اذ کان اصل المذهب
من احداث زندقه المنافقین. اصل این مذهب رو زنادقه و منافقین تأسیس کردن. الذين عاقبهم في حياته علی امیر المؤمنین رضی الله عنه، که علی امیر المؤمنین در زندگی خود اینها رو چیکار کرد؟ اینها رو به اصطلاح جزای اینها رو داد، اینها رو به اصطلاح محاکمه کرد. من این رو نگه داشته بودم تا حالا نشون ندم، در حالی که این کتاب تو هر برنامه می‌آوردم که با امید اینکه یکی از این خبیثا از شبکه ولایت زنگ بزنه و من بگم که اصل المذهب که ابن تیمیه گفته یعنی چی. حیف که اون شب وصل نکرد، ولی این کتاب رو اینجا داشتم. هر هفتم فرید جان زحمت میکشه از دفتر من این کتابا رو میاره اینجا رو میز، خیلی هم زیاد است این رو میاره. فقط این کمینی بود برای آقای قزوینی که بهش نشون بدم که اصل مذهب یعنی چی. تا الان هم نگرش داشته بودم، الان امشب دیگه بعد از این آبروریزی بزرگش خدمت شما عزیزان دارم نشون میدم. بعد چی میگه؟ و این کان اصل مذهب من احداث الزنادقه المنافقین. اصل مذهب رافضه‌گریه که زنادقه و منافقین رو تأسیس کردن که عاقبهم فی حیاتی علی امیر المؤمنین رضی الله عنه، علی امیر المؤمنان در زندگیش اینا رو محاکمه کرد. فحرق منهم طائفه بالنار، گروهی از آنها را با آتش سوزان. و طلب قتل بعضهم فروا من سیفه البطار، و بعضی از اونها رو میخواست بزنه گردنشون رو که از شمشیر برنده علی فرار کردن. و توعد بالجلد طائفه مفتریه، و وعده داد که شلاق میزنه کسانی رو که به علی رضی الله تعالی عنه افترا ببندن. فيما عرف عنه في الاخبار من الاخبار، چنانچه در اخبار در روایت ها از او آمده است. اذ قد تواتر عنه من وجوه الكثيره، که به حد تواتر رسیده از راههای مختلف. انه قال على منبر کوفه، که علی در منبر کوفه گفت و قد اسمح من حضر، کسانی که حاضر بودن شنیدن، خیر هذه الامه بعد نبیها ابوبکر ثم عمر، بهترین امت بعد از پیامبر ابوبکر و عمر هستند. و بذلك اجاب ابنه محمد ابن الحنفیه، و همین جوابی بود که به فرزندش محمد ابن حنفیه داد. فيما رواه بخاری فی صحیح، چنانچه بخاری این رو روایت کرده. و غیره من علماء الحنفیه، و غیر از اون از علما. ولهذا كان الشیعه المتقدمون الذين سحبوا عليا، چنانچه شیعیانی که در صدر بودن، میگه ما مذهب شیعه رو پیامبر تأسیس کرده، گفته که علی و شیعته فی الجنه و فلان از این حرفا. حالا اینجا ابن تیمیه چی میگه؟ ولهذا كان الشیعه المتقدمون، شیعه متقدمین که در زمان علی بودن که به نام پیرو شیعه معاویه، شیعه علی، الذين سحبوا عليا، چنانچه در امرای علی بودن، اصحاب علی بودن. او كانوا في ذلك الزمان، یا که در اون زمان زندگی میکرد. لم يتنازعوا في تفضیل ابی بکر و عمر، اینها اصلا مناقشه نمیکردن در قضیه‌ای که ابوبکر و عمر بر علی فضیلت داره. و انما كان نزاعهم في تفضیل علی و عثمان، بلکه یعنی به اصطلاح دعواشون سر چی بود؟ که علی بر عثمان فضیلت داره. و هذا مما يعترف به علماء شیعه الاکابر من الاوائل والاواخر، چنانچه علمای شیعه از اوایل و اواخر همه به این مسئله اعتراف دارن. این در مورد اصل مذهب میخی بود که من بر تابوت دروغگوی قزوینی زدم از کتاب منهاج السنه. خداوند اینو رسواتر بکنه. میریم سر کلیپ بعدی که ما از این آخوند داشتیم. شما دیدید که در یک کلیپی که مدتش تقریبا 6 دقیقه بود از برنامه این گرفتیم، من چند تا دروغ خدمت شما عزیزان نشون دادم. بعد بیاد بگه که حرف من رو میبرن و قطع میکنن، وصل میکنن، فلان میکنن، این میکنن. این یک مطلب. بعد از اون حاصل کل دعوای این آخوند سر چی است که بیاد اینجا بگه که والا ابن تیمیه دشمن مذاهب اربعه بوده. ابن تیمیه چنانچه دوستان عزیز بارها شنیدن در کلیپ هم گفتیم، بیش از 400 مورد از اقوال ائمه اربعه رو در فتاوای خودش فقط ذکر کرده. و من اینجا کتاب‌هایی رو از ایشون خدمت شما عزیزان میارم، نشون میدم که به شما بگم که مذهب ایشون در مورد مذاهب اربعه اهل سنت چی بوده. زیاد است در کتاب ما. وقت برنامه الان تقریبا یعنی حدود 1 ساعت، بیشتر 1 ساعت و 15 دقیقه گذشته. من فقط 6 دقیقه از دروغای اینو براتون آوردم نشون دادم.
این کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه است. احمد جان نشون بده. این مجموع فتاوای ابن تیمیه است. کتاب ایمان جلد 7 صفحه 402. در اینجا مطلب خیلی طولانی است. بعد در صفحه 402 در پاراگراف اخیر این کتاب است. این هم صفحه 402. در اینجا چی میگه؟ ولكن من رحمت الله بعباده المسلمین، ولكن از رحمت الله سبحانه و تعالی به بندگان مسلمانش این است که ان الائمه الذين لهم في الاسلام لسان صدق، که ائمه‌ای که اونها راستگو هستند در بین امت اسلام، مثل الائمه الاربعه، مانند امامان چارگانه، یعنی حنفی و امام ابو حنیفه و امام مالک و امام احمد حنبل و امام شافعی و غیرهم کمالک و غیر از آنها، مانند مالک و ثوری، مالک یعنی امام مالک، ثوری و الاوزاعی و لیث بن سعد و الشافعی و احمد یعنی احمد بن حنبل و اسحاق و ابن عبید و ابی حنیفه و ابی یوسف شاگرد امام ابو حنیفه و محمد امام محمد شیبانی شاگرد امام ابو حنیفه، كانوا ينكرون على اهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات رب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من ان الله يرى في الآخرة. اینها امام مالکی چی میگه؟ میگه اینا رحمت بودن به بندگانش، اینا ائمه راستگو در بین امت بودن، اینها رد میکردن حرف اهل کلام رو در مورد مانند جهمیه که در مورد قرآن و ایمان و صفات رب العالمین و متفق بودن بر آن چیزی که سلف این امت یعنی صحابه و تابعین و رسول الله صلی الله علیه و سلم. این در مورد مذاهب اربعه. یک نمونه شو من خدمت شما عزیزان نشون دادم از کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه. همچنین در مجموع فتاوا جلد دوم کتاب فقه صفحه 248 در اینجا صفحه 248 در اینجا هم و اذا كان الرجل متبعا لابي حنیفه او مالک او شافعی او احمد، اگر کسی اتباع بکنه از ابی حنیفه یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد، و رأى في بعض المسائل ان مذهب غیری اقوى، اگر دید که در بعضی از مسائل مذهب دیگری قوی تر است، فاتبعه كان قد احسن في ذلك، و رفت متابعت کرد، این کار خوبی انجام داده، ولم یقدح ذلك في دینه، این نقصی در دین طرف ایجاد نمیکنه، ولا عدالتی بلا نزاع، و نه در عدالتش بدون هیچ نزاعی، بل هذا اولا بالحق، بلکه این اولا هست برای کسی که پیروی از حق بکنه، و احب الى الله و رسوله صلی الله علیه و سلم، و این دوست داشتنی‌تر است برای الله و رسولش، ممن یتعصب لواحد معین، برعکس کسی که تعصب داشته باشه به یک شخص، غیر النبی صلی الله علیه و سلم، غیر از نبی به هیچ کس نباید انسان در امور دین و مسائل دنیوی و دینیش تعصب داشته باشه. کمن یتعصب لمالک او الشافعی او احمد او ابی حنیفه، مانند کسی که تعصب داشته باشه به مالک یا شافعی یا احمد یا ابی حنیفه، و یرى ان قول هذا المعین هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه، و این اعتقاد داشته باشه که مثلا امام احمد یک مسئله ای رو گفته، امام ابو حنیفه خلاف نظر ایشون رو داره، پیرو امام احمد بگه که من حق است یا باطل حرف امام احمد رو قبول دارم، حرف ابو حنیفه رو قبول ندارم، در حالی که در این مسئله شاید حرف امام ابو حنیفه یعنی به حدیث و به حق و به قرآن نزدیکتر باشه. این انسان اگر این کار رو بکنه، این کار این یک جهل است، این ضلالت است، این گمراهی است. اگر در این کارش اصرار بکنه، این انسان رو به کفر میرسانه. مثلا در قضیه صفات، در قضیه اعتقاد به الله سبحانه و تعالی، یک عالم معینی در یک مذهبی است و این اومده یک حرف اشتباهی رو گفته خلاف قرآن و سنت، کسی بیاد اینجا چیکار بکنه؟ این رو رد بکنه، بره بگه نه قول فلانی که به قرآن و سنت نزدیک است، این انسان چیه؟ این انسان گمراه است. این بحث داشته باشید، من مفصل سر این صحبت میکنم. بعد در اینجا چی میگه؟ فمن فعل هذا کان جاهلا ضالا، کسی که این کار رو انجام بده این جاهل است و
گمراه است. بل قد یکون کافرا، بلکه شاید کافر بشه، چون اگر بیاد در مسائل اعتقادی و مسائل مهم دین مانند قرآن و سنت به تقلید کورکورانه بکنه شاید کافر هم بشه. فانه متى اعتقد انه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الائمه دون الامام الاخر فانه يجب ان يستتاب. اگر که بیاد بگه که واجب است بر مردم که متابعت از یک امامی بکنن و از امام دیگه پیروی نکنن در جایی که حرف حق باشه، این باید توبه بکنه. فان تاب، اگر توبه کرد خوب، و الا قتل، بلکه باید کشته بشه. چرا؟ چون وقتی کسی که بیاد در جایی که حق است، قال الله و قال رسول است، بیاد تعصب داشته باشه، این انسان از دایره اسلام خارج میشه و من این رو از خود کتب شیعه خدمت شما عزیزان ثابت میکنم. در کتاب اینجا خدمتتون هست، در کتاب کافی احمد جان نشان بده. این کتاب کافی است، الاصول من الکافی، سقط الاسلام ابی جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی الرازی. در اینجا در صفحه 53 در جلد 1 در باب تقلید، دقیقاً در باب تقلید هم آورده که دیگه حرف و حدیثی نباشه، از ابی عبدالله، روایت بعدی هم از ابی عبدالله امام جعفر صادق، فی قول الله عز وجل، در مورد آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید در سوره توبه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این کفار چیکار کرده بودن؟ راهبانشون و علمای دینشون رو خدایانی گرفته بودن من دون الله. فقال، امام میاد اینجا تفسیر میکنه، والله به خدا قسم، ما صاموا لهم، برای اونها روزه نگرفته بودن، یعنی برای این اربابانشون، ولا صلوا الیهم، به سوی اونها نماز هم نخونده بودن، ولکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا، بلکه اینها حلالی رو حرام کردن و حرامی رو حلال کردن، فاتبعوهم، از آنها پیروی کردن. امام جعفر صادق میگه کسی که تقلید کورکورانه میکنه، کسی میاد حلالی رو حرام میکنه، حرامی رو حلال میکنه و این انسان با تعصب پیروی میکنه از اون، این انسان کسی است که مانند کفاری که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، خدایانی غیر از الله گرفتن علمای خودشون رو، و این مسئله هم در باب تقلید آورده. سبحان الله. یعنی کأنه این ردی است بر کسانی که میخوان این حرف ابن تیمیه رو که گفته که کسی که در تعصب به شخص معینی داشته باشه و حق رو زیر پا بگذاره این گونه است. این مطلب در کتاب اصول کافیشون اومده بود که من خدمت شما عزیزان آوردم. بلکه مطالب دیگری هم در اینجا هست، بل غایت ما یقال، بلکه نهایتش انسان بگه انه یسوق او ینبغی او یجب علی العام ان یقلد واحدا لا بعینه من غیر تعیین زید ولا عمرو، بلکه بر عموم مسلمان ها واجب این است که تقلید بکنن، نه از شخص معینی بلکه و بدون تعیین زید و عمرو. اما ان یقول القائل انه یجب علی العام تقلید فلان او فلان فهذا لا یقول المسلم، اما اگر که بگن که واجب است که عامه مسلمان ها فقط از فلانی چیز بکنن، متابعت بکنن، این رو هیچ انسان مسلمان میگه. و من کان موالیا للائمه محبا لهم یقلد كل واحد منهم فيما يظهر له انه موافق للسنه فهو محسن في ذلك. اگر کسی که پیرو ائمه چهارگانه اهل سنت باشه، دوستدار اونها باشه، مقلد اونها باشه و در چیزی که از اونها ببینه که براش حق است، از موافق سنت است، از اونها پیروی بکنه، این کار خوبی است. بل عاد احسن حالا من غیری، بلکه حالت این بهتر از حالت دیگران. اینم در مورد مذاهب اربعه در مجموع فتاوای ابن تیمیه که این آخوند اینجا آمد تدلیس و خیانت کرد. همین مطلب رو هم من خدمت شما عزیزان در کتاب شرح حدیث نزول زحمت کشیدن عزیزانمون در بخش علمی در لحظات آخر برای من فرستادن. شرح حدیث نزول شیخ الاسلام ابن تیمیه در اینجا در صفحه 124
در اینجا میگه ولا قال او احد من سلف. این حرف رو در مورد قضیه الله سبحانه و تعالی و وسایل اعتقادی است. لا من صحابه ولا من تابعین لهم باحسان ولا ائمه الاربع و امثال من ائمه المسلمین ولا شیوخ المقتدى بهم من شیوخ المعرفه و التصوف. این حرف رو نه سلف گفته، نه صحابه گفتن، نه تابعین گفته، نه ائمه اربعه گفته، نه ائمه مسلمین گفته، نه شیوخ معرفت و تصوف این حرف رو زدن. ولیس فی القرآن وصف رب تعالی بالقرب من كل شيء و اصل. قضیه به اصطلاح وحدت الوجود و این مسائل رو هست که در اینجا بحث میکنه. تشکر احمد جان. و همچنین در کتاب مجموع الفتاوی مطلبی هست در این مورد که من خدمت شما عزیزان نشون دادم. احمد جان یک بار دیگه میتونین نشون بدی. تشکر. این در مجموع الفتاوی است و در منهاج السنه مطلبی قریب به این هست. منهاج السنه چاپ سال 1406. هذا مذهب الصحابه والتابعين لهم باحسان من اهل البيت وغيرهم وهذا مذهب الائمه المتبوعين مثل مالك بن انس والثوري والليث بن سعد والاوزاعي وابو حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وداود ومحمد بن خزيمه ومحمد بن النصر المرزوي وابي بكر و غیره. این هم در مورد مذاهب اربعه نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه. تشکر میکنم از عزیزانمون. سریعا میریم سر کلیپ بعدی که از این آخوند بی حیا من خدمت شما عزیزان، چون در برنامهش این چیزها رو آورده بود، ما به خاطر همین باید این رو پاسخ میدادیم. بله. بعد اومد گفت که حالا این اصل المذهب از این گذشت، رفت گفت که اهل سنت رو ابن تیمیه کافر میدونه. بعد رفت همون قضیه اشعری و ماتریدی و این مسائل رو مطرح کرد. کلیپش رو با هم ببینیم. مطالب دیگری دارد ایشون، نشان میده برای اینکه نظر ابن تیمیه است که تمام مذاهب اسلامی اینها فاسد هستند و حکم بر کفر اونها داده. این مجموعه فتاواست با تحقیق عامر جزار انور الباز جلد 4 صفحه 106. خب این دیگه چی؟ این که دیگه مربوط به شیعه نیست. فمن قال انا شافعی و شرع اشعری الاعتقاد، هر کس بگوید من در مبانی فقهی تابع امام شافعی هستم، در مبانی کلامی تابع ابوالحسن اشعری هستم. شما یک سنی شافعی در کره زمین پیدا کنید که بگه آقا من تابع امام شافعی هستم ولی اشعری رو قبول ندارم، پیدا کنید ما نشان بدید. ما ندیدیم. میگه هر شافعی که بگه من اشعری هستم میگم این از ازداد لا بل من الارتداد. میگه یک شافعی باشه که این اعتقاد داشته باشه. بابا جان بیشور بی سواد، تو از 1000 تا 1100 بلد نیستی بشماری، یعنی تو با همه شافعی دنیا نشستی ازشون پرسیدی؟ یعنی یه حرفی بزن که حداقل یه 4 تا غیر از این گوسفندایی که اطراف هستن این کسای دیگه حداقل بد نخندن. میگه من که ندیدم در بین شافعی، همه شافعی دنیا به این اعتقاد هستن. تو خیلی اشتباه کرده آقای قزوینی. این نشان دهنده گمراهی شماست. ببینید همین که بیای بگی من شافعی و اشعری هستم مرتد شدی. حکم مرتد چیه؟ خب ما جواب بدید. این مال شیعه هست. این قرینه است. اونجا هم که دارم میگه و اصل المذهب یعنی اصل ریشه مذهبه. یا باز میاد دوباره همون دروغ رو تکرار میکنه که اونجا اصل مذهب اهل سنت است. من قال انا حنبلی فی الفروع معتزلی فی الاصول قلنا قد زللت اذا عن سواء السبیل. خب این که دیگه مربوط به شیعه که نیست. اینم تکلیف حنبلی ها رو روشن کرده. و بله. برمیگردیم به اول کلیپ. خوب دقت بکنید که این حرف رو منسوب به کی میدونه. مطالب دیگری دارد ایشون، نشان میده برای اینکه نظر ابن تیمیه است که تمام مذاهب اسلامی اینها فاسد هستند و حکم بر کفر اونها داده.
این مجموعه فتاواست با تحقیق عامر جزار انور الباز جلد 4 صفحه 106. بله. دوستان عزیز متوجه شدید که گفت که این نظر ابن تیمیه هست که همه مذاهب اسلامی کافر هستن. نظر شما چیه؟ بریم رو کتاب. دقیقاً همین کتاب مجموعه فتاوا از ابن تیمیه و همین مطلبی که ایشون در اینجا میاره دوستانشون بدن. انا شافعی و الشرع اشعری الاعتقاد قلنا له آدم من الازداد لا بل من الارتداد. این که حرف ابن تیمیه بوده. کتاب مجموع فتاوا هم هست، اینجا شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه هم نوشته. عجب. اما حقیقت چیز دیگری است دوستان. چون اون شب اگر وصل میکرد اینم از جمله کمین هایی بود که برای این آقا گرفته بودیم که رسوا بشه، اما در هر صورت رسوا هست. الوجه الرابع در صفحه 174 در همین کتاب مجموع الفتاوا الوجه الرابع در اینجا ذکر میکنه. 174 در 175 در اینجا و من ذلك در مورد قضیه نظر علمای مختلف رو میاره در مورد قضیه اسماء و صفات. بعد میگه و من ذلك ما ذکره شیخ الحرمین. این نظر صوفیا رو میاره در اهل تصوف و معرفت و نمیدونم اشعری و فلان و در کتاب مقالاتش اینجا وقد ذکر الاشعری فی کتاب المقالات ان هذا. این اگر احمد جان بتونی بله اینجا نشون بدی. میگه که وقد ذکر الاشعری فی کتاب المقالات ان هذا مذهب اهل الحديث وقال انه به یقول. و اشعری هم عقیدهش همین بوده در قضیه اسماء و صفات. ما گفتیم که امام ابوالحسن اشعری کتاب المقالات داره که کل آرا و نظریاتی که قبلا داشته در باب اسماء و صفات همه رو رد کرده و بعداً عقیدهش خوب شده. و عده‌ای هم متعصب هنوز میگن که ما همون عقیده سابق اشعری رو داریم که این دیگه چی بهتون بگم، یعنی کسی که از حق بخواد منحرف بشه دیگه شاخ و دم نداره. به هر صورت در اینجا در صفحه 175 احمد جان نشان بده. در اینجا میگه و من ذلك ما ذکره شیخ الحرمین. شیخ الحرمین کی است؟ ابوالحسن محمد ابن عبدالملک الکرجی فی کتابه الذي سماه الفصول في الاصول عن الائمه الفهول الزاما لذوي البدع والفضول. ماشاءالله اسم زیبایی است. الفصول في الاصول عن ائمه الفحول الزاما لذوي البدع والفضول. در این کتاب و کان من ائمه الشافعیه. و این بزرگوار شیخ الحرمین کی بوده؟ از امامان مذهب شافعیه بوده. ابوالحسن محمد ابن عبدالمالک کرجی از امامان مذهب شافعی بوده. ذکر فی من کلام الشافعی و مالک و ثوری و احمد ابن حنبل و البخاری. ایشون در اینجا از کلام شافعی و مالک و ثوری و احمد ابن حنبل و بخاری صاحب کتاب صحیح و سفیان ابن عینه و عبدالله ابن مبارک و الاوزاعی و لیث ابن سعد و الاسحاق بن راهوی فی اصول السنه ما یعرف به اعتقادهم. بعد خلاصه و ذکر فی تراجم ما فی تنبیه علی مراتبه و قال و این تا در اینجا و قال کیه؟ همون امام الحرمین شافعی است، یکی از امامان بزرگوار شافعی. در صفحه 176 میگه و وجه ثالث لابد من ان نبین فی. در وجه سوم این است که باید اینجا آشکار بکنیم. فنقول ان فی النقل عن هؤلاء الزاما لحجه على كل من ينتهي المذهب الامام يخالفه فی العقیده. میگه ما اینجا میایم یک به اصطلاح اتمام حجت میکنیم با کسانی که میگن ما شافعی هستیم، پیروی از امام شافعی نمیکنن در اعتقاد. میگن ما حنفی هستیم، پیرو امام حنیفه نمیکنن در اعتقاد. میگن مثلا ما در عقیده پیرو ماتوریدی هستیم یا پیرو اشعری هستیم. اینجا میاد این فرضیت رو میاره در اینجا بیان میکنه، بعد جواب علمی بهش میده. چی میگه؟ فإن احدهما
لا محاله یذلل صاحبه. یعنی اگر تو بگی که من پیرو اشعری هستم پس عقیده امام شافعی باطل بوده، به خاطر همین تو عقیده را از شافعی نگرفتی، از اشعری گرفتی. اگر حنفی هستی بگی من در عقیده ماتریدی هستم، از دو حالت خارج نیست، یا ماتریدی گمراه بوده یا علیاذ بالله امام ابو حنیفه گمراه بوده، چون عقیده را از ابو حنیفه نمیگیری، عقیده را از ماتریدی میگیری. یعنی چی؟ یعنی حتما عقیده امام ابو حنیفه علیاذ بالله مشکلی داشته، او یبدعه، یا اینکه میگی که والا ابو حنیفه و شافعی مبتدع بودن در مسائل اعتقادی، ما میایم از اشعری و ماتریدی اعتقاد رو میگیریم. او یکفره، یا فکر میکنی که اینا در فقه خوب بودن اما در عقیده کافر بودن، به خاطر همین عقیده رو میری از غیر از اینها میگیری. فانتحال مذهبه مع مخالفته له فی العقیده، اینجا رو نمیخونن، میگه مخالفت مذهب امام، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا امام ابو حنیفه، مع مخالفته له فی العقیده، به امرای مخالفت با او در عقیده، مستنکر والله شرعا و طبعا، به خدا این قابل انکار است، هم شرع، این هم شرعی و هم طبعی، یعنی این چیز به اصطلاح طبیعی نیست. فمن قال، مثلا کسی که میگه انا شافعی و شرع، میگه که من در مسائل فقهی شافعی هستم، اشعری الاعتقاد، در اعتقاد اشعری هستم، پیرو امام اشعری هستم، قلنا له هذا من الاضداد، به میگیم بابا این از چیزای متناقض است، لا بل من ارتداد، بلکه این ارتداد از مذهب است. تو چطور ادعا میکنی که پیرو امام شافعی هستی و عقیدت از اشعری میگیری؟ این ارتداد از اینجا منظور ارتداد از دین اسلام نیست، ارتداد از مذهب است. این بیشور اینقدر نمیفهمه. یعنی وقتی کسی که یک مذهبی رو رد میکنه، مثلا اعتقادی رو، خب تو کلا ارتداد حاصل شد در اینجا از مذهب. حالا شاید بیان اینجا بگن که خب تو از کجا فهمیدی این رو؟ یعنی از صغیر و کبیر اهل سنت فهمیدن، غیر از توی بی سواد که نفهمیدی، که حتی اونجا قضیه اصل مذهب متوجه نشدی. در اینجا دلیلش چی است؟ میگه که این از متناقضات است، بلکه از ارتدادات. لم یکن شافعی اشعری الاعتقاد. به خاطر چی؟ به خاطر این که امام شافعی که بوده، ایشون اشعری نبوده در مسائل اعتقاد، و ما و شما عزیزان میدونیم که امام شافعی، تولد امام شافعی در سال 150 هست، 150 هجری قمری، وفاتشون در سال 204. حالا اینجا رو ببینید، میگه که لم یکن الشافعی اشعری الاعتقاد. تولد ابوالحسن اشعری 260 است، یعنی تقریبا 56 سال بعد از امام شافعی به دنیا آمده. چطور امکان داره که کسی بگه من شافعی هستم در فقه، اشعری هستم در اعتقاد؟ اینجا بیان کرد، گفت این از دو حالت خارج نیست، یا یکی از این دوتا گمراه بودن، یا که از این دوتا یکیش مبتدع بودن، یا که از این دوتا یکیش کافر بودن. و کسی که میگه که مذهب من مذهب شافعی است، اعتقاد من اعتقاد مذهب الحسن اشعری میگیرم، به این معنی است که تو به اعتقاد امام شافعی چی از اعتقاد نداری، اصلا در عقیده ایشون رو قبول نداری. بعد چی میگه؟ و من قال انا حنبلی فی الفروع معتزلی فی الاصول قلنا قد ضللت. میگیم که اگر کسی گفت که من در حنبلی هستم در فروع، معتزلی هستم در اصول، قلنا قد ضللت، گفت بهش میگیم گمراه شدی. اذن عن سواء سبیل، از راه درست گمراه شدی. فيما تزعمون اذ لم يكن احمد معتزلی الدین والاجتهاد، چون که امام احمد پیرو معتزله نبوده. و همچنین در مورد امام ابو حنیفه، ایشون در سال 80 به دنیا آمدن، سال 150 از دنیا رفتن. ابو منصور ماتریدی در سال 248 به دنیا آمده، 333 از دنیا رفته. به همین دلیل ایشون هم کسایی که بگن که ما حنفی هستیم در فقه و در اعتقاد ماتریدی هستیم، همین جوابم برای اونها است که از چند حالت خارج نیست، یا که شما یکی از این دو نفر رو مبتدع میدونید، یا ماتریدی یا ابو حنیفه رو، یا که یکی از این دوتا رو کافر میدونید، یا که یکی از این دوتا رو گمراه میدونید. این جوابی است که باید کسایی بدن که تعصب دارن در این مسائل، و ما ملزم نیستیم که در این مورد پاسخ بدیم به این مسائل. و این بود قضیه انا شافعی و شرع. میریم رو کتاب مجموع الفتاوا از شیخ الاسلام ابن تیمیه. دوستان عزیز نشون بدن احمد جان. این مجموع فتاوا شیخ الاسلام ابن تیمیه است. در اینجا در صفحه 100
در صفحه 100 چی میگه؟ و اتفق علماء المسلمین على أنه لا يكفر أحدا من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء والذين قالوا إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين. ائمه مسلمین مانند اشاعره و ماتریدیه و این کسایی که در این مسائل جنجال داشتن و به اصطلاح حرف و حدیث داشتن و علمای کلام اینها، میگه اتفاق علمای مسلمین این بود که کسی اینا رو تکفیر نمیکنه. اینجا این نظر ابن تیمیه است. اونجایی که خدمتتون ذکر کردم انا شافعی و اینا کلا نظر امام حرمین کرخی است که از علمای شافعی بوده و حرف ابن تیمیه نیست و این رو قزوینی خوب میدونست، اما چیکار کرد؟ در اینجا اومد دروغ گفت دوباره. فإن هؤلاء يقولون إنهم معصومون من الإقرار على ذلك ولو كفر هؤلاء لدم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والتفسير والصوفية الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك. الله أكبر. ابن تیمیه چی میگه؟ میگه که اگر ما بیایم تکفیر بکنیم، مثل این آقای کرخی که مثلا این حرف رو زده، اگر بیایم اینا تکفیر بکنیم، قضیه البته ایشون هم قضیه تکفیر نیست، اما این برداشت این جانور بی سواد است. اگر بیایم تکفیر بکنیم مثلا بر اساس اشعری بودن و ماتریدی بودن این مسائل، پس میگه در اینجا باید تعداد زیادی از کسانی که ادعا میکنن شافعی هستن و مالکی و حنفی و حنبلی و اشعری و اهل حدیث و تفسیر و صوفیه، اینا رو باید تکفیر بکنیم. الذین لیسوا کفارا به اتفاق، اینها کافر نیستن به اتفاق علمای مسلمین، بل ائمه هؤلاء یقولون بذلک، بلکه اون ائمه‌ای که این حرفا رو زدن اون اعتقادات خاص اینها بوده. اینم در مورد این کلیپ ایشون که تلبیس کرد و دروغ گفت و این روش قزوینی در طول بحث ها و مناظراش بوده. یک کلیپ دیگه هم داریم، من میدونم که خیلی شاید حوصله‌تون سر رفته باشه، اما یک کلیپ دیگری هم هست، اینم تحمل بکنید تا شیطنت و منافقت و دروغگویی این آخوند زندیق رو من برای شما عزیزان پخش بکنم. یا در همین الرسائل شخصیه شون، رسالتون ارسلها محمد ابن عبدالوهاب، برای شما عرض کنم رسالتون ارسلها الی محمد ابن قال فیها من محمد ابن عبدالوهاب الی عبدالوهاب ابن عبدالله. خب اینجا بفرمایید میگه و من ادلت شیخ الاسلام ابن تیمیه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهودی ها علمای خود و رهبانان خودشون خدایانی در کنار خدا قرار میدادن. بعد میگه فقط فسرها رسول الله والائمه بعده بهذا الذی تسمونه الفقه. پیغمبر این آیه را اینطوری معنا کرده، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، بزرگانشون رو خدا قرار میدادن. معناش چیه؟ یعنی همینه که فقه میگن، فقه حنفی، فقه مالکی، فقه حنبلی. و هو الذی سماه الله شرکا، همین فقه های مختلفی است که خدا او را شرک قرار داده و توجه به اون فقه را ارباب و خدایانی قرار داده. لا اعلم بین المفسرین فی ذلک اختلافا. این هم از اینش. جل الخالق. چی بگه آدم به این؟ فکر میکنه که یعنی این چیزایی رو که نشون میده فقط تو آرشیف اینا هست، این کتابا، و تو دنیا هیچ دیگه انسان با شعوری دیگه پیدا نمیشه که بره این مجموعه رسائل و این کتاب ها رو بخونه. این مطلب رو من براتون از همین کتاب پیدا کردم، براتون نشون میدم. احمد جان نشون میده. این کتاب مجموعه مؤلفات شیخ محمد بن عبدالوهاب است. تشکر میکنم. اینم پیامی که الرسالة 39 وله رسالة ارسل الى عبدالوهاب عبدالله ابن عیسی قال فیها. این یکی از رساله‌ای که ایشون فرستاده. بحث چیه؟ ایشون در این رساله در مورد گمراهی هایی که به اسم فقه وجود داره در نزد بعضی از انسان ها
مثلا بهش بگی که آقا قبر پرستی نکن، من حنفی هستم، من شافعی هستم، بگی این کارو نکن، من شیعه هستم، پیرو امام جعفر صادق هستم. این در این پیام میاد چی میگه؟ میگه این بعضی از این گمراهی هایی که شما انجام میدید، اینها را الله سبحانه و تعالی در مورد یهود و نصارا در قرآن کریم چی گفته؟ گفته که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. و بعد از اون گفته که لقد فسرها رسول الله صلی الله علیه و سلم والائمه بعده بهذا الذي تسمونه الفقه وهو الذي سماه الله شركا. اینجا چی میکنه؟ میاد میگه بله این فقهی که شافعی است، فقه حنبلی است، فقه حنفی است. این بابا اصلا انقدر بیشوره که این نامه را اولا نخونده از سر تا آیه، شاید هم خونده باشه و داره چون مدلس است داره تدریس میکنه. اینجا این اصلا در یک قضیه اعتقادی داره با این طرف بحث میکنه، میگه این چیزی که تو به اصطلاح اسم فقه داری از اون پیروی میکنی یا ادعای فقه میکنی، این رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه رو این گونه تفسیر کردن. میایم به همین نامه دوستان عزیز نشون بدن. محمد ابن عبدالوهاب در نامه‌ای که می‌نویسه به عبدالوهاب ابن عبدالله ابن عیسی بهش میگه فانا ولله الحمد من الحمد لله لم آت الذي اتيت بجهاله واشهد الله وملائكته انه ان اتاني منه او من دونه في هذا الامر كلمه من الحق لاقبلتها على الراس والعين. میگه الحمدلله من چیزی رو با جهالت قبول نکردم، با جهالت چیزی رو نیاوردم. الله و ملائکه شاهد هستند که اگر کسی در این مورد یا در مورد چیزایی که پایین تر از این باشه کلمه حق رو برای من بیاره، قبولش میکنم بر سر و چشمم. و اترک قول کل امام اقتدیت به، و ترک میکنم قول هر امامی که بهش اقتدا کرده باشم، ابن تیمیه باشه، هر کسی باشه. حاشا رسول الله صلی الله علیه و سلم فانه لا یفارق الحق، مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان حرفشون حق است و هرگز از حق جدا نمیشن. مسائل دیگری در نامه هست که مورد بحث ما نیست، تا صفحه بعد میایم در اینجا. و این کنتم تزعمون ان اهل العلم على خلاف ما انا علیه فهذه کتبهم موجوده من اشعرهم و اغلظهم کلام الامام احمد. میگه اگه شما ادعا میکنید که اهل علم بر خلاف من چیزی گفتن، این کتاب ها موجود است، مشهورترینشون و شدیدترینشون کلام امام احمد است. کلهم علی هذا الامر، همشون این چیزی که من میگم رو گفتن. لم یشذ منهم رجل واحد ولله الحمد، یک انسان شاذی هم در بین این امامان وجود نداشته. ولم یأتی عنهم کلمه واحده انهم ارخصوا لمن لم يعرف کتاب الله و سنته فی امرکم هذا فضلا ان یجیبوه. و میگه که کسی یک حرفی رم که در اون رخصت باشه، یعنی اجازه باشه برای کسی که کتاب و سنت رو میدونه، در این امر نیورده، جدا از این که جوابی هم در این مورد ندادن. و این زعمتم ان المتأخرین معکم، اگر ادعا میکنه که متأخرین با شما هستن، فهؤلاء سادات المتأخرین، سران متأخرین، مقادتهم ابن تیمیه و ابن قیم و ابن رجب، عندنا له مصنف مستقل فی هذا، که در این باب مصنف مستقل دارن. و من الشافعیه الذهبی و ابن کثیر و غیرهم و کلامهم فی انکار هذا اکثر من ان یحصر، و حرفشون در این مورد بیشتر از اون چیزی است که به اصطلاح حساب بشه. و بعد کلام امام احمد ذکر و ابن قیم فی طرق الحکیمه فراجعه. میگه بعضی از این مسائل رو امام احمد هم از امام احمد ابن قیم ذکر کرده در کتابش. و من ادله شیخ الاسلام، میگه از دلیل های شیخ الاسلام ابن تیمیه که میگه در این مورد این است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، سوره توبه 31. فقط فسرها رسول الله صلی الله علیه و این آیه رو چه تفسیر کردن؟ والائمه بعده، والائمه بعد از ایشون. منظور از ائمه بعد از رسول الله صلی الله علیه و کیا هستن؟ صحابه، تابعین، امامان اهل بیت. یکی از این امامان اهل بیت امام جعفر صادق، چون محمد ابن عبدالوهاب پیرو امام وهابی شیعه امام جعفر صادق بوده، این حرف رو در کتابش آورده که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این محمد ابن عبدالوهاب چون پیرو امام جعفر صادق بوده، شیعه امام جعفر صادق بوده و امامان اهل بیت از علی گرفته تا حسن عسکری همه وهابی بودن، همین اعتقاد محمد ابن عبدالوهاب داشتن، این حرف آورده. چی میگه؟ فقط فسرها رسول الله والائمه بعده بهذا الذي تسمونه فقه.
این چیزی که شما به اسمش گذاشتین فقه، یعنی توی گمراه. این پیام رساله است برای یک نفر که تویی که این ادعا رو میکنی و اسمش هم گذاشتی فقه، این فقه نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه رو در مورد این آوردن و والذی سماه الله شرکا، که الله سبحانه و تعالی اینو شرک خوانده و اتخاذهم اربابا لا اعلم بین المفسرین فی ذلک اختلافا، که مفسرین در این مسئله بینشون اختلاف نیست. همین مسئله رو که از کتاب محمد ابن عبدالوهاب خدمتتون نشون دادم، من از کتاب کافی براتون نشون میدم. وقتی میگیم امامان اینها وهابی بودن ناراحت میشن. این کتاب الاصول من الکافی، سقط الاسلام ابی جعفر محمد ابن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، متوفی سال 329 یا 328. در کتاب فضل علم احمد جان جلد 1 صفحه 53 باب تقلید حدیث شماره 3، محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن ربیع ابن عبدالله عن ابی بصیر عن ابی عبدالله امام جعفر صادق فی قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. محمد ابن عبدالوهاب چه گفته؟ از ادله شیخ الاسلام اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، توبه 31. اینجا امام جعفر صادق میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، توبه 31. امام در تفسیر، چون که اینجا ابن تیمیه گفته بود که فسرها رسول الله والائمه، این رو تفسیر کرده رسول الله والائمه بعده، ائمه‌ای که بعد از رسول الله اومدن. یکی از این ائمه که امام جعفر صادق، قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله فقال والله، به خدا قسم، ما صاموا لهم، روزه نمی گرفتن برای این اربابشون، ولا صلوا لهم، نه به طرف اونها نماز میخوندن، ولکن احلوا لهم حراما، حلالی رو حرام کردن، و حرموا علیهم حلالا، حرام کردن بر اونها حلالی رو، یا برعکسش حلال کردن حرامی رو، فتبعوهم، از آنها پیروی کردن. پس پیروی کورکورانه، ولو که در مسائل فقهی باشه، ولو که در اعتقاد باشه، ولو که در هر چیزی در دین باشه، کسی تقلید کورکورانه از یک عالمی بکنه بدون دلیل، در جایی که نصی از الله و رسولش وجود داره، در مورد اون امین آیه ذکر میشه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این نظر کی است؟ نظر امام ابی عبدالله جعفر صادق، یکی از امامان بزرگ اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. غیر از این، ما اکثری زدم به کتاب‌های حدیث اهل سنت که روایتی در این مورد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا بکنیم که روایت‌های فراوانی وجود داشت. من 3 تاشو در اینجا از ترمذی آوردم، از جامع بیان العلم و الفضل، المعجم الکبیر طبرانی. رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیثی است که عدی ابن حاتم طایی معروف است، ایشون میگه که اومدم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی عنقی صلیب، در گردن من یک صلیبی بود. من فرصت نکردم این کتابا رو بیارم، فقط اینجا پرینت گرفتم از مکتبه شامل. احمد جان اگر نشون بدی. صلیب من الذهب، یک صلیب طلایی در گردنم بود. فقال یا عدی اطرح هذا، ای عدی این صلیب رو بنداز. هذا الوسن من عنقی، این بت رو از گردنت بنداز. فطرحته فانتهيت الیه، انداختم و رفتم به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یقرأ سوره البراءه فقرأ هذه الايه، که این آیه رو خوند اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، التوبه 31، حتی فرغ منها، تا که این رو تمام کرد. فقلت انا لسنا نعبدهم، یا رسول الله، این آیه میگه که یهود و نصارا علما و راهبان خودشون رو خدایانی گرفتن من دون الله. گفتم یا رسول الله انا لسنا نعبدهم، ما که اینا رو پرستش نمی کنیم. فقال الیس یحرمون ما احل الله فتحرمونه، آیا وقتی که حلالی رو حرام میکنن از اونها پیروی میکنید یا نه؟ و یا اینکه یحللون ما حرم الله فتستحلونه، یا اینکه حلالی رو حرام میکنن شما اینو حرام میکنید یا حلال میکنید، این کارو نمیکنید؟ سوال است از عدی. قلت بلا، گفتم آره این کارو میکنیم. قال فتلک عبادتهم، این عبادت اوناست. در جایی که نصی از الله و رسولش داشته باشه و کسی بیاد
غیر از الله و رسول از کسی دیگه کورکورانه متابعت بکنه بدونه که داره اشتباه میکنه، حلالی رو حرام بکنه، حرامی رو حلال بکنه، این یعنی عبادت. و کسی که من دون الله رو عبادت بکنه چی میشه؟ کافر میشه. روایت بعدی هم در مورد امین است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله توبه اما انهم لو امرهم ان یعبدوهم من دون الله ما اطاعوهم ولکنهم، اگر که اونا رو امر میکردن که شما بیاید ما رو بپرستید، این راهبا کسی از ما اطاعت نمیکرد، ولکنهم امرهم فجعلوا حلال الله حرامه و حرامه حلاله فاطاعوهم فكانت تلك ربوبیه. میگه بلکه اونا چیکار میکردن؟ حلال خدا رو حرام میکردن و حرام خدا رو حلال میکردن، پیروانشون هم اطاعت میکردن. این همون ربوبیتی است که الله سبحانه و تعالی در این آیه ذکر شده. در سنن ترمذی هم همین مطلب اومده، از عدی هم ذکر شده اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله قال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم، اونها عبادت نمیکردن این رهبان رو، ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه و اذا حرموا عليهم شيئا حرموه، اگر چیزی را حلال میکردن اینا حلال میشمردن و اگر حرام میکردن اینا حرام میشمردن. اینم در احادیث و اونم از اصول کافی و اینم دروغی که به کتاب محمد ابن عبدالوهاب است. من عذرخواهی میکنم به خاطر طولانی شدن بحث از تک تک شما عزیزان.